عرض ادب دوستای عزیز، ببینین چی براتون معرفی میکنم. کوره کباب گازی، ساخت وطن، تولید وطن، افتخار وطن. دوستای عزیز ببینین، یک کوره داری دو ساخت میکنه، هم گازی و هم چوبی. میتونین با چوب میره آتش بکنین که در ساحل سیاحت، چکر، گردشگری، در ویلاها، در جای باز همراه چوب آتش بکنین، و جایی که بسته است مثل آپارتمان، بالکن چیزا میتونین گاز آتش بکنین. هیچ نوع آتش مستقیم ببینین در کباب نمیخوره، آتش در این یا این میخوره. از دو طرف هواکش داره ببینین دوستای عزیز، از این طرف و از این طرف هواکش داره. آتش مستقیم در کباب نمیخوره، آتش در آیین میخوره و آیین کباب پخته میکنه. ببینین که به اینی شکل براتون کباب پخته میکنه. ماشاءالله دوستای عزیز، ماشاءالله ماشاءالله. دوستای عزیز، شما هر نوع کوره کباب بخواین پیش ما موجود است، هر نوع فرمایش هم بتین ما براتون جور میکنیم. ببین که کباب بریان دوستای عزیز، هم چوبی هم گازی. دوستای عزیز کیفیت کار ببینین، کیفیت دوستای عزیز به اینی کیفیت این ما ازش استفاده کردیم، یعنی کیفیت کار بهترین کیفیت است. سر از یک سرکی دیگه میخوره که شما میتونین امروز از او سرکی رو براتون نشان میتونم که امروز از او میتونین شما پیتزا پخته بکنین، بولانی پخته بکنین، نان، کیک، کلچه و هم چیزا و غیر از این سرکی رو میتونین شما وصل بکنین. یک سرکی دیگه از اینجا میمونین که به شکل منقل استفاده کنین. میتونین مثلا شما دیگ میتونین پخته بکنین که هر نوع دیگ، از روش و قابلی گرفته تا تمام دیگه بگوین، هم امروی گاز و هم امروی چوب پخته کرده میتونین. جهت خرید این جنس میتونین با شماره تماس شوین یا با واتساپ مسیج بکنین، یا همچنین با آدرس ما کارتسی روبروی پارک علاودین تشریف برین، جنس از نزدیک چک بعد از اطمینان از کیفیت تسلیم شوین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.